قراره ناتویی اتفاق بیفته. گروه مافیا بخوابن. خداحافظی میکنیم با شماره 1. آریان شهرونده، تو هم شهروندی، شاید باورت نشه. تو شهروند نیستی؟ باش. اما منده امروز فقط آقای شماره 9 رو رأی میدم. باشون چرا 9 رأی ندیدین؟ آقا 9 رأی میدادین میرفت بیرون، بعد خیر بنده رو میگرفتین. تا الان میخوای من برم بیرون خیرتو بگیرم؟ خب تو شماره 3 رو دادی بیرون، الان خیرتو میگیریم. اینطوریه بازیش، من بزنم بهت. نه نباید به هم بزنیم، ما گرفتیم میتونیم دیگه بزنیم کارمون کنیم بریم جلو. اینجوری میزنیم ما گیج میشیم. اوکی شما دیروز اینو شهروند میذارید، عملا دارین صحبت شبتون میکنین. میگه اگه میخوای بزنی که منم بزنم. این چه صحبتیه؟ پارسا پارو بزن. دیروز میگفتم بنده از بازی برم بیرون تیر شب بشینه تموم میشه. بنده اصلا به بیرون نمیرسم بازیتون تموم میشه. ایشون با چه نقشی ناتویی شده؟ نمیدونم. تک تارگت فقط تک اتهام فقط شما رو میکوبید. ایشون مثلا دکتر بازی بوده؟ اگر کسی اسلحه داره لطفاً بزنه به آقای پارسا، یا ایستاده هممون میمیریم اونجا. عکس یادگاری رو تیم 3 نفره میگیره اگر شهروند باشه. پارسا جون کمرت هم داره رگ به رگ میشه، هی فداکاری میکنی. اول میگی من بیام تو دادگاه، بعد که میای میگی نه دیگه منو بیرون ندیدا، الان اینجا بدبخت میشی. آیه سمیر قطعا مافیای بازی. آیه سمیر با تمام حرفا و کارهای اشتباهی که من کردم همچنان به من نمیگه مافیا. دوستان رأی من رو احتیاج داشته. آقای شماره 9 قطعا مافیای بازیتونه. ببین سمیر مافیای بعدیه، میمونیم ما 4 تا. از بین ما مافیا یارش کیه؟ خب اصلا این آقا اطهر منالشمس اینجا نشسته، میگم صحبتای شبشو توی روز داره باهاش انجام میده. این واضحا این آقا اینجا نشسته میگه اگه میخوای بزنی که منم بزنم. این که خیلی واضحه. ببین شماره 9 که نشسته نمیره بیرون. خب بعد پارسا به من میزد، نقش منو میدونه. خب بعد به یارش هم میزد، ولی چیه روز آخر میگفت من دارم میگم سمیر بره بیرون. چرا؟ چون من میرفتم بازی تموم میشد، ولی یارشه بده بیرون، من فرداش میرم بیرون. من شهروند 100 بازیم. چالشم برای آقای آریان بعد صحبت من. ببین شما نقش منو دزدیدی، خیار بازی منم که همه میدونن. آقای هادی کاراگاه بازیه، من هنوز نمیدونم، دارم تارگتش میکنم. اینقدر ذهن من شهروندیه. من به آقای 8 تنها رأی میدادم اگر حواستون به بازی است. آقای 8 چرا باید تک تارگت من بره بیرون؟ آقای آقای پارسا از روز 1 منو میکوبید، ولی آقای سمیر روز 5 کوبید. یه لحظه من اجازه میدیم، ببخشید. خیارم به انگلیسی میگی؟ بفرمایید. ببین سمیر آقا مافیا من قبول میکنم، یارشو سری نشون بده. سری یارش کیه؟ میخوای اذیت کنی؟ میخوام اذیت کنم دیگه. من میگم خسته سفرم، تو قطار بودم فلان شغل صفر تا همجور. ای بابا ببین الان پارسا مگه شو شده نبود؟ من بیام اینطوری نمایان یار نمایان شدم و حمایت کنم که فرداش منو بدید لاکار؟ نمیتونستم یار فروشی کنم. آقای پارسا رو از روز 1 منو میکوبید، مگه تک مافیای بیرون بازیتون نیست؟ آقای سمیر روز 3 و 4 آورد. متشکرم. محمد حسین کلام آخر. سمیر به سوابقت اضافه شد، بفهم بشید. حقتون باخت. بسیار خوب، رسیدیم به بخش جذاب مسابقه شهروند و مافیا، جایی که این سه عزیز باید 2 دقیقه به صورت آزاد با هم گفتگو کنن. از همین لحظه زمان شما آغاز میشه. آقایون بفرمایید. چرا بعض شک کاشتی؟ یه دقیقه وایسا، فقط با تو سوال. ببین وضعیت قرمز بازی، من مافیا باید یارمو تک اتهام بدم بیرون که چی بشه؟ بعد فرداش بخوام اون یکی یارمو به زور پارو بزنم نگه دارم که روز یک دارم میکوبم. دوستان به صورت آزاد میتونیم با هم صحبت کنیم، من لذت میبرم. خب حالا وایسا تا یه چیز دیگه رو امیر حسین با 6 رای رفت بیرون، آقا 1 رای آورد، پارسا 3 رای. آقا شهروند پارسا ببین تنها کسی که من داشتم میذارم سراغ میکردم امیر حسین بود، فکر کنم اسم شماره 8 بود. آقا زدش، صبح سردست پاشد گفت این مافیاست، این مافیاست. من چه انداختم؟ شاید خودت راجع به تیر شب صحبت کردی، من راجع به تیر شب اصلا صحبت نکردم. خودت سر صحبت گفتی آقا هم تو کسی بودی که در مورد کشته شب صحبت کردی. متشکرم آقایون، زمان شما تمام. سکوت. آقایون دیگه صحبت
صحنه. تو این بازی چند تا چیز دیدیم که حالا کمتر دیده بودم من و خیلی برام واقعا ارزشمند بود. یکی مافیا وقیح داشتیم ما، بر من خیلی ارزشمند بود. شماره 7 مافیا وقیح بازی بود و با همین